خدمات مطبوعات گمرک ولایت کالینینگراد یک جزیره قلمرو واقع در غرب روسیه خبر داد که طی 10 ماه اول سال 2021 در فرودگاه خرابروی شهر کالینینگراد از شهروندان تاجیکستان 228 کیلو نوس یک نوع تماکوی رایج در آسیای مرکزی یافت و مصادره کرده شده است. تنها در 2 ماه اخیر در فرودگاه خرابروی از مسافران تاجیک 73 کیلو نوس مصادره کردند. شهروندان تاجیکستان پیوسته قاعده های گمرکی را ویران کرده کوشش میکنند که در جامدان یا بغاج دستیشان این تماکوی بویش مخصوص را گذرانند. آنها نوس را هم در خلطه های سیلفانی و هم در شیشه جای میکنند، ولی کارمندان گمرک فرودگاه کالینینگراد با کمک متخصصان کینولوگ و سگ‌های بوگیر دائما این محصولات را پیدا و مصادره میکنند. از جمله طی 10 ماه سال 2021 بیش از 228 کیلوگرم نوس یافت و مصادره کرده شد. گفته می شود در خبر نسبت به قاچاقبران نوس بر اساس قسم اول ماده 16 کودکس حقوق ویرانکنی های مأموری روسیه 226 پرونده مأموری ترتیب دادند. آنها همچنین از نوس خود معلوم می شوند، چون که طبق قانون مواد مصادره شده باید همچون مال قاچاقی نابود کرده شود. گمرک کالینینگراد میگوید استعمال نوس شخص را نه فقط معتاد نیکوتین میکند بلکه از لحاظ روانی نیز معتاد کرده سببگار بیماری های سنگین دهان و گلو می شود. گمرک کالینینگراد قبلا خبر داده بود که طی 8 ماه اول سال در خرابروی از مسافران تاجیک 158 کیلو نوس مصادره کردند. نوس یک نوع تماکویی است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تماکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. ظاهرا بعد دیدن این تمایل مقامات روسیه فروش نوس را منع کردند. بر اساس قانون‌های نو محصولات تماکو از جمله نوس به اندازه بیش از 250 گرم برای هر نفر سنش از 18 بالا دیگر مال برای استعمال شخصی حساب نمی شود و وارد کردنش به قلمرو EAS منع است.